تو را انقلاب و شگفتی و تغییر نامیدم. میگه من تو رو به عنوان سرزمینی که پر از دگرگونی و پر از چیزهای عجیب و تغییر است نامگذاری کردم. تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم. تو پاک و پاکیزه و پرارزش و توانا هستی. آرایه‌ای که میتونیم بگیم برای این قسمت همون آرایه تنسیق و صفات هست. چند صفت رو پشت سر هم آورده که قبلا دربارش صحبت کردیم. تو را جنوب نامیدم ای چون سبزه برآمد از دفتر روزگاران. من تو را سرزمین جنوب نام نهادم، ای سرزمینی که مثل سبزه از دفتر روزها و سالها و ایام مختلف رشد کردی. تشبیه کرده جنوب رو به سبزه، جنوب رو به سبزه تشبیه کرده که باعث زیبایی میشه سبزه. و دفتر روزگاران هم اولا روزگار رو به دفتر تشبیه کرده، پس یه تشبیه دیگه داریم. ثانیاً دفتر روزگاران رو استعاره گرفته از یک زمینی که بر روش سبزه رشد می کند. پس میگه تو مانند سبزه بر دفتر این ایام و دورانها رشد کرده ای. جنوب رو تشبیه کرده به سبزه و روزگار رو تشبیه کرده به دفتر و بعد هم دفتر روزگاران رو استعاره گرفته از یک زمینی که بر روش سبزه رشد میکنه. ای مسافر دیرین بر روی خار و درد، میگه ای سرزمین لبنان تو مانند مسافری هستی که از زمانهای دور بر روی تیغها و خارها و دردهای مختلف قدم میگذاری. تشخیص داریم و استعاره داریم. سرزمین لبنان رو استعاره گرفته از یک مسافر و بر روی خار و درد. این درد هم اینجا استعاره است، استعاره گرفته شده از خار یا تیغ، چیزی که بر روش پا گذاشته میشه و باعث آزار میشه. ای چون ستاره فروزان، تشبیه کرده، میگه تو مانند ستاره درخشان هستی. ای چون شمشیر درخشان، تو ای جنوب لبنان مثل شمشیر درخشان هستی. حالا میتونیم بگیم ای چون ستاره فروزان یا ای چون شمشیر درخشان، خیلی تو معنی تفاوتی نمیکنه. بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست، اجازه بده به اون شمشیری که در دستان توست بوسه بزنیم. بوسه زدن کنایه از احترام گذاشتن، قدردانی کردن. بوسه زدن حالا کنایه از تحسین کردن میتونه باشه. اجازه بده که به تو خدمت گذاری کنیم. گرد و خاک قدمهایت را برگیریم، یعنی اجازه بده که به تو خدمت گذاری کنیم. در اینجا هم استعاره داریم، استعاره مکنی و تشخیص داریم. جنوب لبنان استعاره گرفته شده از یک انسانی که حالا جنگجو هست، شمشیر در دستش داره و شاعر میخواد او رو تحسین کنه و به او احترام بگذاره. بین واژه‌هایی مثل حالا ستاره و فروزان تناسب هست، بین شمشیر و درخشان تناسب هست. خاک قدمهایت را برگیریم، یعنی به تو خدمت گذاری کنیم. ای سرور بارانها و فصلها، ای سرزمینی که صاحب و سرور بارانهای فراوان و فصلهای مختلفی. تو باران فراوانی داری و فصلهای مختلف رو در خودت جا دادی. اشاره داره به اون آب و هوای
سرزمین لبنان. تو را عطری نامیدم که در غنچه ها خانه دارد. تو عطری هستی که در غنچه های گل قرار دارد. خانه داشتن، اقامت کردن، قرار داشتن. تشبیه کرده جنوب لبنان رو به عطر. تو را پرستو نامیدم. تو مانند پرستو هستی. تشبیه کرده جنوب لبنان رو به پرستو. ای سرور سروران، ای سرزمینی که از همه سرزمین ها برتر هستی. ای برترین سرزمین، ای برترین حماسه، ای حماسه بسیار بزرگ و بلند. اینجا هم باز تشخیص داریم و تشبیه داریم. شاعر در خطهای مختلف داره با جنوب لبنان صحبت میکنه و اون رو به چیزهای مختلف تشبیه میکنه. دریا متنی نیلگون است که علی آن را می نویسد. میگه دریا مثل یک نوشته آبی است. دریا نوشته آبی است که حضرت علی علیه السلام آن را می نویسد. این که گفتیم به معتقدات شیعه هم داره اشاره میکنه، در این قسمت میبینیم. تشبیه کرده پس دریا را به یک متن. و مریم هر شب روی شنها به انتظار مهدی می نشیند. میگه حضرت مریم هر شب بر روی شنهای ساحل در انتظار رسیدن حضرت مهدی است و در انتظار ظهور است. پس بین علی، مریم و مهدی مراعات نظیر داریم. میگه دریا مثل یک نوشته و متن آبی رنگی است که حضرت علی علیه السلام آن را می نویسد و حضرت مریم هر شب بر روی شنهای ساحل در انتظار رسیدن حضرت مهدی و ظهور او منتظر می نشیند. نیلگون یعنی آبی و گلهایی را می چیند که از انگشتان شهیدان می رویند و مشغول چیدن گلهایی است که از خون چکیده شده از انگشتان شهیدان رشد می کنند. تاریخ روزی روستای کوچکی را از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد که معرکه خوانده می شود. این تاریخ یک زمانی روستای کوچکی رو در خاطرش خواهد آورد از روستاهای جنوب لبنان که نامش معرکه بود. اما روستای معرکه چه روستایی است؟ روستای معرکه زادگاه یکی از رهبران بزرگ مقاومت و رهبران بزرگ مردم لبنان در سالهای قبل بود. امام موسی صدر یکی از روحانیون شیعه است که در منطقه جنوب لبنان اقدامات بسیار مهمی را انجام داد و او در روستای معرکه به دنیا آمده بود. در دوران پیش از انقلاب امام موسی صدر جمعیت شیعه‌ای که در منطقه جنوب لبنان بودند رو به واقع دوباره حیات بخشید و اونها رو دور هم جمع کرد و جنبشی رو به نام جنبش عمل با الف به معنای آرزو و هدف راه اندازی کرد. تلاش کرد به اینکه شیعیان اون منطقه رو پرورش بده، از لحاظ فکری تقویتشون بکنه و این جنبش بعدها در فضای سیاسی و اجتماعی کشور لبنان بسیار تاثیرگذار شد. تا به امروز هم این تأثیرش رو داره. پس اینجا تلمیح داره به ماجرای امام موسی صدر. تصویرش رو در صفحه قبل دیدید. روستایی که با صدرش، با سینه‌اش از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد. حالا در اون قسمت بالا معرکه ایهام تناسب هم داره. معرکه به معنای میدان جنگ هم هست. اینجا منظور همون نام روستاست اما به معنای میدان جنگ هست. حالا با فضای شعر
ایهام تناسب هم داره. میگه روستایی که با امام موسی صدر و با تمام وجود از آبروی خاک و بزرگی انسانیت دفاع کرد. روستا اینجا تشخیص و استعاره مکنیه داره. روستا تشخیص و استعاره مکنیه داره. روستا رو مثل یک انسانی دونسته که داره دفاع میکنه. صدر منظور امام موسی صدره، اما در معنای دیگرش به معنای سینه با اون کلمه سینه‌اش تناسب داره. پس آرایه ایهام تناسب در اینجا داریم. آرایه ایهام تناسب: شرافت، شرف، آبرو، اعتبار، کرامت، بزرگواری. خب بند آخر: سرورم ای سرور آزادگان. این قسمت به نوعی میشه گفت شاعر داره با امام زمان صحبت میکنه. سرور من ای سرور انسانهای آزاده، در زمانه سقوط و ویرانی جز تو کسی نمانده است. در این روزگاری که همه چیز داره از بین میره، سقوط کرده و همه چیز رو به زوال و نابودی است، به جز تو هیچ کس باقی نمانده که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد، که به زندگی ما برکت بدهد. نخل و عنب و تاکستان بکارد کنایه از برکت دادن، رونق دادن، زندگی رو سرسبز و شاداب کردن. پس هیچ کس نمونده که زندگی ما رو شاداب بکنه، زندگی ما رو نجات بدهد. بین نخل، عنب و تاکستان مراعات نظیر داریم. نخل که درخت نخل هست، عنب هم به معنای انگور، تاکستان هم که جای یا باغ درخت انگور. جز تو کسی نمانده است، مگر تو، مگر تو. این تکرار برای تأکیده، یعنی فقط تو برای ما باقی ماندی. تکرار برای تأکید هست و اینکه همه چیز رو منحصر بکند در امام زمان و در وجود امام زمان. پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای. پس در امیدواری و روشنایی رو به سمت ما باز کن، ما رو امیدوار کن و نور روشنایی رو به ما نشان بده. در امید و روشنایی اضافه استعاری است، استعاره مکنیه هست. روشنایی و امید رو استعاره گرفته از یک خانه‌ای که در دارد. سمفونی پنجم جنوب، نزار قبانی، متولد 1923 میلادی و فوت در 1998 میلادی. خب در بخش قلمرو زبانی کارگاه متن پژوهی یک مطلب وجود داره درباره رابطه میان کلمه ها و بین کلمه ها چند نوع رابطه هست. یک رابطه تناسب و دو رابطه ترادف رو در اینجا توضیح داده. بعضی رابطه ها بر پایه تناسبه یا همبستگی، یعنی واژه با یک سری واژه های دیگه نسبت داره، خویشاوندی داره و معمولا در کنار هم به کار میره. مثلا واژه گل با بلبل، باغ، پروانه و گلستان با هم دیگه تناسب دارن که وقتی این واژه ها در کنار هم بیان بحث شبکه معنایی پیش میاد یا در اصطلاح ادبی مراعات نظیر. و دومین رابطه ترادفه، یعنی هم معنایی. یک واژه با واژه های دیگه ممکنه هم معنا باشه. البته ممکنه این معنای دوتا واژه 100% این هم نباشه، اما تا حد زیادی ممکنه شبیه باشن به هم دیگه، مثل مهربانی، دوستی، محبت، لطف و الفت. حالا ممکنه بین مهربانی و دوستی 100% این رابطه ترادف برقرار نباشد، اما خب نزدیک هست معناشون به هم دیگه. در قسمت قلمرو ادبی ما آرایه‌ای داریم به نام مراعات نظیر. کاربرد مناسب شبکه معنایی در شعر و نثر ضمن آنکه به تداعی معنایی کمک می‌کند، سبب زیبایی و دلنشینی
سخن می شود و آرای مراعات نظیر را پدید می آورد. خب ببینید مطابق همون چیزی که در مورد قلمرو زبانی گفتیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اینجا ابر و باد و مه و خورشید و فلک با هم تناسب دارند و وقتی در کنار هم قرار گرفتن دارای مراعات نظیر رو ساختند. گنج حکمت، مزار شاعر. تیمور لنگ گاه سوار بر اسبی که لگامی زرین داشت، سرگرم اندیشه های دور و دراز خود از میدان جنگ به گورستان می رفت و از اسب پیاده می شد. تیمور لنگ نام یکی از پادشاهان و کشورگشایان بزرگ که به شهرهای مختلفی حمله کرد و کشورهای زیادی رو اشغال کرد و حکومت خودش رو گسترش داد. این فرد خودش رو از نوادگان چنگیزخان مغول میدونست و ادعای این رو داشت که جانشین چنگیزخان مغوله. به این خاطر که در یکی از جنگ‌ها گویا پاش آسیب میبینه و مجروح میشه و میلنگه، از اون به بعد دیگه عنوان لنگ رو بهش میدن. تیمور هم که یک واژه ترکی است و در اصل همون واژه دمیر هست به معنای آهن. سوار بر اسبی که لگامی زرین داشت. لگام افسار، اون دهنه اسب رو میگن. پس لگام زرین یعنی افسار طلایی یا دهنه طلایی افسار. در حالی که خیلی مشغول به فکرهای آشفته و خیلی طولانی خودش بود، گاهی اوقات از میدان جنگ مستقیم میرفت به یک قبرستان. در اونجا از پیاده میشد، بین قبرها گردش میکرد. تنها در میان قبرها به گردش میپرداخت و هرگاه بر مزار یکی از نیاکان خود یا شاعری بزرگ، سرداری دلاور و دانشمندی نامدار میگذشت، سر فرود میآورد و مزار او را میبوسید. هر وقت میرسید به قبر یکی از اجدادش یا یک شاعر بزرگی، یک نظامی معروف یا یک دانشمند معروفی، سرش رو خم میکرد و اون قبر اون فرد رو میبوسید. تیمور پس از آن که شهر طوس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند. شهر را گشود یعنی شهر را گرفت، تصرف کرد. وقتی به شهر طوس رسید و شهر رو تصرف کرد، دستور داد که مردم اون شهر رو نکشن. خب این آقای تیمور لنگ بسیار فردی بود که آدم‌ها رو به راحتی میکشت و دستور میداد که مناره‌هایی از جمجمه سر انسان‌ها یا مثلا چشم اونها درست بکنند. در تاریخ نظایر این کار براش ثبت شده. به شهر طوس که رسید گفت این کار رو نکنید، مردم رو نکشید. دلیلش چی بود؟ زیرا فردوسی شاعر ایرانی روزگار خود را در آن به سر برده بود. چون فردوسی شاعر ایرانی در این شهر زندگی کرده بود، روزگار در آن به سر برده بود، کنایه از زندگی کردن. آنگاه تیمور بر سر مزار او شتافت. پس تیمور با سرعت رفت به سر قبر فردوسی و چون جذبه‌ای اسرارآمیز او را به سوی فردوسی می‌کشید، خواست که قبرش را بگشایند. جذبه یا جذبه یعنی یک هیبت، چیزی که افراد رو به خودش جذب میکنه، چیزی که افراد رو به خودش میکشه. پس جذبه، هیبت داشتن، جذبه داشتن یک ویژگی که باعث میشه مردم به فرد احترام بگذارند. خواست که قبرش را بگشایند. تصمیم گرفت که قبر فردوسی رو باز کنند. مزار شاعر غرق در گل بود. قبر فردوسی پر از گل بود. تیمور در اندیشه شد که پس از مرگ مزار کشورگشایی چون او چگونه خواهد بود. فکر کرد که بعد از مرگش
قبر او چطور میخواد باشه؟ گفت پس باید یه امتحانی بکنم. پس از راه قرقوم به سوی تاتار، آنجا که نیای بزرگش چنگیز در معبدی آهنین آرمیده است، روی آورد. قرقوم نام بیابانی در ترکمنستان. قرقوم نام بیابانی در ترکمنستان. پس میگه از مسیر قرقوم رفت به سمت مغولستان. تاتار یعنی مغولستان. حالا تاتار یعنی مغول، اینجا مجاز از سرزمین مغول ها. جایی که قبر پدر بزرگش یا جد بزرگش چنگیزخان داخل یک معبد آهنین قرار داشت. در برابر ظاهر نامدار که زانو بر زمین زده و سر فرود آورده بود، ظاهر نامدار تیمور زانو بر زمین زده و سر فرود آورده بود، کنایه از اینکه احترام گذاشته بود در برابر قبر چنگیز، سنگ بزرگی را که بر گور فاتح چین نهاده بودند برداشتند. اون سنگ بزرگی که روی قبر چنگیز گذاشته بودند برداشتند. فاتح چین کنایه از کیه؟ کنایه از چنگیز خانه. ولی تیمور ناگهان بر خود لرزید و روی بگردانید. ناگهان تیمور با دیدن این تصویر ترسید. بر خود لرزیدن کنایه از ترسیدن و روی برگردوند. چرا؟ چون گور ستمگر غرق در خون بود. گور چنگیزخان غرق در خون بود. تازه فهمید که عاقبت کار او هم به همین شکل خواهد بود و قبرش پر از خون خواهد بود. این متنی که خوندیم اثر آقای فرانسوا کوپه هست و در اصل یک نویسنده غیر ایرانی این متن رو درباره فردوسی نوشته، همینطور درباره تیمور لنگ. ممنونم از اینکه به آموزش این درس هم گوش دادید.